سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دوباره اومدم با یه ولاگ تولدی، یعنی تولد یکی از دوستامونه و کل این ولاگ در مورد این تولد و حواشیشه. بله، دوباره من و آسانسور معروف. الان ایده ندارم برای چی داره. این چیزی که مشاهده میکنید اتوه، یک اتوی ادایی برای آدمای ادایی. و این میزی که فاطمه چیده خیلی خوشگله به نظر من. اینجا هنوز مهمونمون بخشیشون نیومدن، ولی نوید داره ناخونک میزنه به پفک. دیگه اومدن بچه ها و نشستیم هم صحبت میکنن. تولده باعث این ویژگی ها میشه یا ماهی که نطفه شکل گرفته توش؟ یعنی تولد که خاصیت اونجا به دنیا اومدی. واقعا از این قسمت مهمونی که یهو بحث جدی شکل میگیره خوشم نمیاد. مسخره بازی بهتر نیست واقعا. اجازه تو اون که داری میخوای توی دنیا بیای از اون طرف برگرد، این باعث میشه که این نطفه دستشه. ها؟ برگشتی بهش نگاه. چیه؟ کاش از این نمیدیم. این که کی دنیا، این که کی دنیا. پشت بهش نگاه کن. من مسئولیت تولید محتوای یوتیوبی رو دارم و فرزانه اینستاگرام. چه دیگه رسیدیم به قسمت سورپرایز. فیلم نمیبره این لحظه شیرین رو ببره میمونو برای ولاگت بگید بچه همه نگرم ولاگ خب بازی کنه همه با هم الهی میدیم. یه دونه برو ضعیفشو برو ضعیف برو خیلی تمیز بود. خدایی ادیت این قسمت رو داشتید؟ به نظر خودم که خیلی قوی ظاهر شدم. که نمیدونم نظر شما. آقا چه کیک شکلاتیه، من واقعا نمیتونم. واقعا یکی از خوشمزه ترین کیک هایی بود که تو زندگیم خورده بودم. خیلی خفن بود. یه چیزی دیگه دوباره نشستیم و داریم صحبت میکنیم و صحبت هایی که تمومی نداره. تیغو بردارو با تولد گفتش که وقتی که تولدش ناراحته و اینا، بعد دیگه در مورد این قضیه صحبت کردیم. من خودم همینطوری هم واقعا روز تولدم خیلی مودم پایین. 30 سالگی رو فکر بکنم بعد 30 اونقدر جدی بشه. من کار کردنم از کار کردنم ببینم کار میکنم. و دوباره فاطمه و دست پخته خیلی خفنش کشک بادم جون که عشقمه. سالدویشم سالم آکارونیشم واقعا خوب شده بود. جاتون خالی. یه راند شام خوردیم هممون و رسیدیم به استندآپ کمدی که دوستان داشت یه چیزی رو برامون تعریف میکرد. بعد گشنمون شد، دوباره یکم دیگه غذا خوردیم و تمام شد دیگه. اینجا من آماده شدم منتظرم که بریم دیگه. رسیدم خونه و دارم اینجا باهاتون بای بای میکنم. این قسمتش که فاطمه برام غذا گذاشته بود خیلی لذت بخش بود، اینکه برای دو بعد غذا دارم. مرسی که تو این ولاگ هم همراه بودید. خدافظ.